سلام دوستان عزیزم، من مریم هستم و اینجا کانال یوتیوب خلاصه خانه. امروز قراره با خلاصه کتاب تکه‌هایی از یک کل منسجم نوشته خانم پونه مقیمی در خدمت شما باشم. این کتاب قراره ما رو با خودمون، احساساتمون و رابطه هامون بیشتر آشنا کنه. گاهی وقتا توی زندگی بین همه هیاهوها و روزمرگی‌ها یه چیزی انگار توی دلمون کم میشه. یه خلأ که نمیدونیم دقیقاً چیه. این کتاب مثل یه دوست با کلمات ساده و واقعی کمکمون میکنه کمی بیشتر خودمون رو بشناسیم و بفهمیم چرا بعضی حس‌ها یا اتفاقات برامون تکرار میشن. ما آدم‌ها همیشه دنبال جواب‌های بزرگ برای سوالاتمون توی زندگی هستیم. سوالایی مثل چرا بعضی رابطه‌ها تموم میشن؟ چرا گذشته دست از سرمون بر نمیداره؟ چطور باید با تنهایی کنار بیایم؟ یا چطور از تغییر نترسیم؟ پونه مقیمی توی این کتاب بدون اینکه نسخه قطعی برای زندگی بپیچه، یه سری نگاه عمیق و تازه به این سوالها میده. این خلاصه رو گوش بدید تا با هم این تکه های زندگی رو کنار هم بذاریم. فصل اول، زندگی همانطور که هست. ما همیشه میخوایم زندگی مطابق میل ما باشه، اما دنیا تابع خواسته های ما نیست. ما کنترل خیلی چیزها رو نداریم. اینکه چه کسی وارد زندگیمون بشه، چه کسی بره یا چه اتفاقی بیفته. ولی ما کنترل یه چیز رو داریم. اونم واکنش خودمون به این اتفاقاته. این فصل میگه وقتی ما با واقعیت نجنگیم، زندگی برامون آرومتره. اگه بپذیریم که زندگی فقط روزهای خوب نیست و روزهای سخت هم داره، اون وقت دیگه در برابر هر سختی احساس شکست نمی کنیم. فصل دوم، پذیرش. خیلی‌ها فکر میکنن پذیرش یعنی تسلیم شدن، ولی فرق این دوتا زمین تا آسمونه. تسلیم شدن یعنی من دیگه هیچ کاری نمی کنم، بیخیال. پذیرش یعنی من درک میکنم که این اتفاق افتاده، ولی هنوز میتونم برای بهتر شدنش تلاش کنم. وقتی یه رابطه تموم میشه، اگه مدام دنبال دلیلش باشیم، غرق حسرت و پشیمونی میشیم. ولی اگه قبول کنیم که این رابطه به هر دلیلی تموم شده، حالا میتونیم برای ادامه زندگیمون تصمیم بگیریم. پس پذیرش یعنی رها کردن کنترل چیزهایی که دست ما نیست و تمرکز روی چیزهایی که تحت اختیار ماست. فصل سوم، گذشته، حال، آینده. زندگی خیلی از ما بین گذشته و آینده معلقه. ما یا توی خاطرات گذشته گیر کردیم یا توی نگرانی‌های آینده. ولی یه چیزی که همیشه فراموش می‌کنیم اینه که تنها جایی که واقعا وجود داره لحظه حاله. این فصل میگه گذشته فقط یه داستانه که دیگه تموم شده. هر چقدر هم توش بمونی تغییری نمی‌کنه. آینده هم یه فیلمه که هنوز ساخته نشده. پس نگرانی درباره چیزی که هنوز نیومده فقط انرژی تو رو هدر میده. تنها جایی که میتونی واقعا زندگی کنی همین لحظه‌ایه که توش هستی. فصل چهارم، ترس و اضطراب. ما از خیلی چیزا میترسیم، مثل قضاوت شدن، شکست خوردن، ترک شدن و تنها موندن. اما این فصل یه حقیقت مهم رو بهمون میگه. خیلی از ترس‌هایی که داریم اصلا واقعی نیستن. ما تو ذهنمون یه عالم سناریوی ترسناک میسازیم. اگه فلانی دیگه دوستم نداشته باشه چی؟ اگه کارم رو از دست بدم چی؟ اگه آینده خراب بشه چی؟ اما وقتی ترس رو بشکافی میبینی که بیشترش توی ذهنت ساخته شده. این فصل میگه ترس رو بپذیر، ولی نذار کنترل زندگی تو بگیره. فصل پنجم، روابط و عشق. این فصل یکی از عمیق‌ترین فصل‌های کتابه. اینجا پونه مقیمی میگه که ما توی رابطه ها بیشتر دنبال امنیت هستیم تا عشق. خیلی از ما فکر میکنیم عشق یعنی چسبیدن به یکی، ولی در واقع عشق یعنی آزادی دادن و آزادی گرفتن. رابطه‌ای که توش حس امنیت و آرامش نداری عشق نیست، وابستگیه. رابطه‌ای که توش خودت رو قربانی میکنی عشق نیست، ترس از تنها موندنه.
عشق واقعی یعنی بودن کنار کسی که بهت احساس آزادی، رشد و امنیت بده. فصل 6، رها کردن. همه ما توی زندگیمون چیزایی رو از دست دادیم. آدم‌هایی که رفتن، فرصت‌هایی که از دست رفتن، خاطراتی که دیگه برنمیگردن. اما این فصل میگه رها کردن یعنی قبول کنیم که بعضی چیزها برای همیشه نیستن و این کاملا طبیعیه. بعضی چیزها فقط باید توی یک دوره خاصی از زندگی ما باشن. بعضی از آدم‌ها فقط برای یه مدت کنار ما هستند، نه برای همیشه. یاد بگیریم که رها کنیم. فصل 7، تنهایی و خودشناسی. تنهایی همیشه هم چیز بدی نیست. اتفاقاً یکی از بهترین فرصت‌ها برای شناختن خودمونه. وقتی تنها میشی، میفهمی که چی دوست داری، چی نمیخوای و واقعاً کی هستی. این فصل میگه آدمی که از تنهایی نترسه، انتخاب‌های بهتری توی زندگی و رابطه‌هاش داره. تنهایی یعنی فرصت برای بهتر شدن، نه نشونه شکست. فصل 8، تغییر و رشد شخصی. رشد بدون تغییر ممکن نیست، ولی تغییر همیشه سخته، چون ما به وضعیت فعلیمون عادت کردیم. این فصل میگه که باید یاد بگیریم تغییر رو بپذیریم، حتی وقتی سخته. فصل 9، مسیر زندگی. زندگی یه جاده صاف و هموار نیست، پر از پیچ و خم و اشتباه و تجربه است. ولی نکته مهم اینه که زندگی فقط مقصد نیست، بلکه همون مسیریه که توش حرکت میکنی. و در پایان، زندگی یه مسیر پر از تجربه است و ما هر روز تکه‌هایی از خودمون رو پیدا میکنیم. گاهی گمشون میکنیم و دوباره از نو میسازیم. مهم اینه که توی این مسیر خودمون رو بهتر بشناسیم و با خودمون مهربون تر باشیم. امیدوارم شنیدن این کتاب براتون مفید بوده باشه و یه تلنگر، یه آگاهی یا حتی یه حس خوب بهتون داده باشه. ممنون که تا اینجا همراه هم بودین. مراقب خودتون باشین و یادتون نره که شما همیشه ارزشمندید.